در آغاز اگر از رونق کار بار عسل و زنبورداری در این ولایت برای من بگویید. بله، تشکر از شما. ولایت بادغیس با شرایط و آب و هوای مناسبی که داره، یکی از گزینه‌های خوبی که در این ولایت امو دهاقین را با داشته که به پرورش زنبورداری روی بیارن. اینمی هوای مناسب و شرایط اقلیمی مناسب است که ما روزانه شاهد ازی هستیم که علاقمندی مردم روز به روز به پرورش زنبورداری و ایجاد فارم های زنبورداری روز به روز بیشتر میشه که بر اساس آمار ریاست زراعت ولایت بادغیس در حال حاضر 600 تن در این ولایت مصروف صنعت زنبورداری است که اینمی آمار نشان میده که نسبت به سالهای قبل 40% علاقمندی مردم به پرورش فارم های زنبورداری افزایش یافته و این زیادتر کسایی که به این کار رو آوردن، به این بخش رو آوردن، دلیل رو آوردنشان را ایره بدیل خوب برای کشت کوکنار میدادن، چون اونا حالی به فواید خود عسل و اینا پی بردن و از این خاطر بیشتر مردم علاقمند هستند و رو آوردن به پرورش زنبورداری و ایجاد فارم های زنبورداری. درست. رادفر صاحب، از علاقمندی مردم یاد نمودید. ریاست زراعت محلی چه اقدامات را روی دست دارد تا کسانی که در این بخش میخواهند سرمایه گذاری کنند سهولت‌های لازم را برای آنها فراهم نماید؟ دقیقاً. ریاست زراعت قسمی که ما از اونا مصاحبه کردیم، اونا همواره با زنبوردارا همکار بودند و در طی سال جاری به گفته مسئولان ریاست زراعت به تعداد 1700 صندوق زنبور عسل برای زنبوردارا در مرکز و ولسوالی‌های بادغیس توزیع شده. برای بیش از 500 تن اینمی صندوق‌ها توزیع شده که اونا با همکاری ریاست زراعت توانستن که فارم‌های زنبورداری را ایجاد بکنن و مصروف اینمی شغل باشن. ریاست زراعت همواره در قسمت رشد و توسعه صنعت زنبورداری تلاش کرده و تلاش‌های اونها همچنان ادامه داره. اونا قسمی که اونا گفتن ما در طی سال روان همچنان در قسمت توزیع دوا، شکر و همچنان برگزاری سمینارهای آموزشی در قسمت مسائل تکنیکی خود زنبور پروری روی دست دارند که در آینده کسایی که علاقمند به ایجاد فارم زنبورداری باشه اینا سمینارها برگزار میکنن در قسمت سمینارهای آموزشی که اونها در قسمت وسایل تکنیکی اونها بفهمند و همچنان وسایل و امکانات مورد نیازی یک فارم اونها آماده هستند که برای زنبوردارا توزیع بکنند. درست. رادفر صاحب، از بازار فروش این محصول برای من بگوید. آیا صادرات به بیرون از کشور هم داریم؟ دقیقاً. زنبور عسل، خود عسل بادغیس با کیفیت ترین عسل میتونیم بگیم در سطح افغانستان محسوب میشه که ما آمار زیادی، علاقمندی زیادی و مشتریای زیادی داره که سالانه طی همین سال بیش از 40 تن خود 4.5 تن البته زنبور خود عسل تولید شده که اینا به هرات منتقل میشن. بعد از هرات به کشورهای خارجی علاقمندی و مشتری ها در این قسمت زیاد است. تجارت پیشها زیاد از این عسل بادغیس خرید میکنن چون کیفیت خوبی داره و همچنان آب و هوای مناسبی که بادغیس داره. از او خاطر زنبور عسل از او زبانزد بین ولایت هرات و بادغیس است. درست. رادفر صاحب، من حیث سوال اخیر، با آمدن امارت اسلامی امنیت سراسری در تمام کشور تامین شده. این امنیت سراسری چقدر میتونه بالای اقتصاد و تجارت در سطح کشور تاثیر داشته باشه؟ دقیقاً. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی بدون شک یکی از گزینه‌های خوبی که ما به چشم سر میبینیم و وجود داره امنیت سراسری است که هیچ نوع نگرانی امنیتی وجود نداره و این باعث شده که مردم به راحتی به کار و کسبی که داره بپردازه و علاقمندی تاجران بیشتر کرده که سرمایه گذاری بکنن روی پروژه های انکشافی، روی بازسازی و این واقعا یک نعمت بزرگ است. و در ولایت بادغیس پس از روی کار آمدن امارت اسلامی
با تامین امنیت و امنیت که کامل برقرار شده کارها و فعالیت‌های بزرگ انجام شده که ما اگر عمده‌ترین فعالیت‌ها را نام ببریم که اینها همه میتونه دلیل امنیت باشه، پروژه‌های انکشافی است که در حال حاضر چندین پروژه های بزرگ حیاتی و زیربنایی در بادغیس در حال اجرا است که یکی از اون ما میتونیم از پروژه بزرگ ساخت بند آبگردان قادرآباد ولسوالی قادس نام ببریم و در پهلوی از او سرک حلقوی قیصرلامان که سالیان سال مردم در تلاش ازی بودند و مردمی بود که اینمی پروژه بزرگ حیاتی کاری آغاز شد. خوشبختانه با روی کار آمدن امارت اسلامی این دو پروژه بزرگ کار آغاز شد که فعلا کار پروژه بند قادرآباد به سرعت جریان داره که چند پیش هم وزیر انکشاف دهات به بادغیس سفر داشتند و از جریان کار او بازدید کردند و به گفته آنها 36% کار ساخت بند آبگردان قادرآباد به پیش رفته و همچنان سرک حلقوی که چندین سکشن و بخش پنجم، سوم و بخشای سه بخش و در طی چند سال یکی دو سال گذشته کار آغاز شد و بنابر بعضی دلایل کار بعضی سکشن ها متوقف شد که چند پیش یک خبر نشر شد که کار 45 کیلومتر سرک در بخش پنجم سرک حلقوی دوباره به قرارداد داده شده که یک شرکت دیگه کار او را آغاز میکنه و در پهلوی از ما میتونیم پروژه های انکشافی که در شهر قلعه‌نو فعلا جریان داره، ریاست ها و ادارات مختلفی در این قسمت فعالیت میکنن که ریاست انکشاف دهات با همکاری مؤسسات چندین شبکه آبرسانی را در ولسوالی های دوردست این ولایت اجرا کردن و فعلا هم کار بعضی از شبکه‌های آبرسانی در حال اجرا هست و همچنان ریاست حوادث کار ساخت دیوارهای اسنادی را به اطراف شهر قلعه‌نو و اطراف و نواحی دوردست شهر قلعه‌نو به خاطر جلوگیری از تخریب خانه‌ها و سرازیر شدن آب به خانه‌های مردم کار را آغاز کرده که فعلا کار جریان داره و همچنان ساخت دو پلچک در منطقه دیسرخه که از نواحی شهر قلعه‌نو است از طرف ریاست حوادث کاری فعلا جریان داره و همچنان شاربالی شهر قلعه‌نو پروژه های بزرگ و کوچک انکشافی زیادی در داخل شهر قلعه‌نو فعلا در حال اجرا است که در حدود 10 میلیون افغانی پروژه های خرد و کوچک خرد و بزرگ را فعلا روی کار دارند که کار کانکریت ریزی نزدیک به 1000 متر در اطراف و نواحی شهر قلعه‌نو کار آغاز کرده که فعلا در حال اجرا هست و همچنان ساخت دو کانال آب که به طول مجموعه 320 متر میرسد در ناحیه سوم و پنجم شهر قلعه‌نو در حال اجرا است از طرف شاروالی شهر قلعه‌نو و همچنان کار آسفالت 350 متر سرک مربوط ناحیه اول که منطقه باغک و قرقیتو شامل میشه فعلا در شهر قلعه‌نو در حال اجرا است که اینها بله مردم بادغیس، مردم شهر قلعه‌نو از اجرای پروژه ها و از تامین امنیت بسیار خرسند هستند و با روی کار آمدن امارت اسلامی فقط آنها خواست نمی بود که روی پروژه های انکشافی بازسازی کار صورت بگیره که خوشبختانه فعلا هم کار روی پروژه ها جریان داره و مردم از شرایط فعلی از امنیت فعلی و از بازسازی هایی که صورت میگیره خرسند هستند. درست. عبدالسمیع رادفر، خبرنگار محلی ما از ولایت بادغیس، سپاس از وقتتان. تشکر از شما همکار عزیز، وقت شما بخیر.